خب مشتری به نام یک کارباس رو برده بود که آبروغان قاطی کرده بود. اونو ما درست کردیم. کارباس کلید قطع و وصل روشن خودش رو خود سیلندرشه که اونم خراب شده بود. یعنی چندین بار باعث شده بود که رو آبروغان قاطی کنه. چرا؟ بریک لحظه که دست فشار میدی تا لحظه قطع میکنی مثلا چند ثانیه طول میکشی. ولی ما اومدیم یه ابتکار خرج دادیم، گفتیم اینطور فایده نداره دیگه. بعد از تعمیر سیلندر که کامل فهمیدیم دیگه فشار و مکش درست شده، اومدیم یه کاری کردیم. برق اول که یه دستگاه درست کردیم، یه دستگاه کوچیکی درست کردم که وصل اینجا هست از قسمت داخل. اینجا هست که برق الان سیم دور لوله کشیدم تا اومده رو خود دسته. اینم کلیدشه. ولی خب برق 220 نیست، 12 هست. اصلا برق نمیگیره حتی اگه لخت بشه آب بریده. ولی رو خود این دستگاه موقعی که سیم وصل میشه اینم فیشش در میاد. راحت میخوره اینجا وصل اینجا میشه. از اینجا 220 میده خود دستگاه علاوه بر کلیدی که خودش روشن داره. یعنی الان اینو ببینید. حالا اینو که ما بشاردیم آب خالی میاد. اینم از کارکرد عمری. این باعث میشه که دیگه سریع کار کنه.